افسردگی داشتی؟ زیاد. همین الان افسردگی دارم. نه بابا سر چی؟ 1000 تا موضوع. مثلا کلا سخت بزرگ شدم من تو زندگی. اذیت شدم. جوانای ایرانی همشون بیچارگی کشیدن به غیر از 5% که باباشون پولدار بودن و ساپورت شدن. ولی ماها واقعا نتونستیم. همیشه رو ترتمی بودیم. همیشه بی پول بودیم، همیشه سختی کشیدیم. سوختیم. فقط من نه. تو بعضی وقتا از سوختن رفیقت هم میسوزی. سوختن خانوادت میسوزی. خیلی وقتا شده داداش، خود من آدمی نیستم دروغ بگم. رفتم در فریزر خونه اونو با کردم، گوشت نداشتیم، مرغ نداشتیم، آخر ماه بوده خالی بودیم، نتونستیم گوشت و مرغ بگیریم. همه ی آدما همچین سختیایی الان دارن میکشن. به جون مادرم پول پاکت سیگارمو نداشتم بخرم، میرفتم از رفیقام میگیرم یه نخ سیگار میدی داداش. خیلی برای الان همه همینه. حقم دارن. تو کسی الان کمکت نکنه نمیتونی برای خود مغازه بزنی، برای خود یه کار راه بندازی. تو خودت هم امروز با جیب خالی شروع کن میخوای یه کاری بکنی، چیکار میخوای بکنی؟ من دارم از تو حالا سوال میپرسم. نمیشه. واقعا نمیشه. هرچی بگی نمیشه باز میگم نمیشه، چون نمیشه واقعا. همین.